سلام به همه دوستداران عشق ابدی. ما اومدیم با یه ویدیوی دیگه راجع به حواشی و اتفاقات تا پایان قسمت 20 و صحبت‌ها و دفاعیاتی که شرکت کنندگان توی پیج‌های اینستاگرام خودشون گذاشتن. تو این ویدیو میخوایم به حواشی دعوای نازنین و همینطور ماجرای کات کردن یاشار و آیدا بپردازیم. خب همونطوری که دیدین یکی از مهمترین و جنجالی ترین اتفاقات دعوای نازنین با همه شرکت کننده های عشق ابدی بودش. کامera روشنه، نمیذاره حرفم تمام شه. من دارم دیوونه برات خوبت میگم. خدا رو میشناسم، همیشه هم گریه میکنم. قدم میزنه همیشه هم گریه میکنی. خدای منو تو جمع تنها گذاشته تا ذات واقعی شما رو بشه. آخه بابا تو با همه مشکل داری عزیزم. تا ذات واقعی شما رو بشه. حالا نازنین به خاطر اینکه کلی هیت گرفته و سوژه خاص و عام شده یه سری استوری گذاشته و از خودش دفاع کرده و اون اتفاقات رو توضیح داده. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان لازم دونستم برخلاف میلم بیام یک سری حقایقی رو براتون روشن کنم، به خاطر اینکه سوال خیلی از عزیزان هستش. راجع به دعوای اون شب قبل فینال اول بچه‌ها گرفتن رو من و این اتفاق چطوری افتاد من کامل‌تر توی ویدیوی جدید یوتیوبم براتون توضیح دادم. اون شب بعد دور همی دور آتیشگاه یه کات دادم و ما لباسامون رو عوض کردیم و بعد دیدید که یه چکیم کوتاه داشتیم و من حالم خوب بود و اوکی بودم و داشتم تو آشپزخونه کار می‌کردم و فرناز داشت با مهیار حرف می‌زد و تمام، یعنی من با کسی کاری نداشتم. بعد از اون وقتی که کات دادن یه قسمتی بود که فکر می‌کنم بچه‌ها استوریش هم براتون گذاشتن که همه نشستیم جلو اسموک روم، نشستن دور هم روی صندلی لبه باغچه و دارن میگن میخندن و جا نیست من بشینم و من تنهایی ایستادم و دارم سیگار میکشم و بچه‌ها ویدیو میگیرن، میگم از منم ویدیو بگیرید برام بعدم بفرستید. بعد از اون جاوید اونجا که نشسته بود پا شد که بره و بعد از اینکه جاوید پا شد من رفتم جای جاوید بشینم و همین که من اومدم نشستم جاوید یهو برگشت جلو همه بچه‌ها به من گفت ببخشید خیلی معذرت میخوام. از من گفت روسپی خیابونی خجالت نمیکشی صندلی من بلند شو واسه چی میشینی و این صحبت‌ها و جلو همین اتفاق افتاد و هیچ کس بهش چیزی نگفت و از من دفاع نکرد. تو همون حال من عصبی شدم و برگشتم بهش گفتم دست از سر من بردار برو پیش دوست دخترت و فرناز اون لحظه اونجا نبود و چند تا از بچه‌ها بودیم همونایی که تو خود استوری بچه‌ها هم دیدید، حالا میتونم بعداً براتون بذارم. من خودم اون شب ویدیو نگرفتم. برگشتم گفتم برو پیش دوست دخترت. گفت دوست دخترم کیه؟ گفتم برو پیش دوست دخترت دیگه، اسمشو نمیدونم چون فرناز جان تازه به جرم ما اضافه شده بودن. گفتم که به قول سجاد برو پیش همونی که شبیه خواهر مایکل جکسونه، برو دست از سر من بردار، سر یه صندلی به من اهانت نکن. و وقتی اینو گفتم بچه‌ها همه خندیدن و گذشت و بعدترش نگو از توی اون جمع اسمی چیه خبرچی میره اینو میذاره واسه به هم زدن رابطه من و فرناز، کف دست فرناز و فرناز رو هم با خودشون هم جهت میکنن که نازنین داشت قیافه تو رو مسخره میکرد در صورتی که اصلا نگفته بودن اصل اتفاق. و این حرف سرجیو به اسم من تموم شد و گفتن نازنین این حرفو زده در صورتی که سجاد 100% این حرفو زده بود. نازنین میگه که جاوید بهش درخواست اینو داده بوده که دوباره با همدیگه دوست بشن و به رابطه برگرده، ولی نازنین قبول نکرده و به خاطر همین جاوید همه رو جمع کرده و گفته که باید اجماع بکنیم تا نازنین از بازی خارج بشه. بعد از اونم راجع به دلیل توهیناش به معین توضیحاتی رو میده. حالا همه این اتفاق داره بعد از این اتفاق میفته که جاوید اومد رفت تو استاف و شنا کرد و منو صدا کرد که بغل استاف بودم و بهم گفتش که برو مایاتو بپوش بیا تو استاف هم سنگامونو وا بکنیم و من بهش گفتم من دیگه به تو اعتماد ندارم، تو شخصیتی داری که اگه من الان باهات بیام تو استاپ خط سر منو زیر آب می‌کنی، تو خیلی خطرناکی و دورویی. و جاوید به من گفت مطمئنی؟ گفتم آره و برگشت گفتش که پس من بعد فینال با شما صحبت می‌کنم و جلوی چشمای خودم از استاپ در اومد و رفت به بقیه شرکت کننده‌ها گفت فردا اجماع می‌کنیم برای اکثریت این خانم از اینجا میدیم بره بیرون. حالا از این طرف فرناز بالاست و من اصلا خبر ندارم داره گریه میکنه. از این طرف یهو من و جاوید با هم بحثمون میشه، یعنی من واقعا دیگه رد میدم و به جاوید میگم هر حرفی خواستی پشت سرم زدی و دست از سر من بردار. و از اون طرف موین میاد وسط کارو شروع میکنه، نمیدونم شاید قصدش آروم کردن بود ولی از اونجایی که از ماجراها اصلا خبر نداشت حرفایی زد که من ناراحت شدم از دستش، به خاطر اینکه شما که از ماجرا خبر نداری تازه به جمعمون ملحق شدی واسه چی داری راجع به ماجرایی که ندیدی و نمیدونی نظر میدی و طرف هم میگیری و طرف هم جنسه که پسره رو میگیری، یعنی دو تا پسر 30 خورده ساله بر علیه من شدی و شما اصلا از ماجرا خبر نداری و همینطوری ندید و نشناخته رفتی تو تیم اینا. منم چون اونجا نمیتونستیم ببخشید فوش بدیم برگشتم گفتم که ما توی انگلیسی ضرب المثلی داریم میگیم که get your nose out of my business، یعنی اینکه دماغتو از کار من بکش بیرون. منم برگشتم به موین جان گفتم که ببخشید قشنگ نبود واقعا شرمندم، ولی تو اون حالت عصبانیت گفتم شما دماغ گنده‌تو از مسئله که بهت مربوط نیست بکش بیرون برادر من. و این احتمالاً این مسئله چون عنوان شد خب بالاخره باعث ناراحتی برخی از دوستان شد. نازنین راجع به توهیناش به فردین هم توضیحاتی میده و به صورت ناخواسته هم اسپویل میکنه که فردین از بازی به زودی حذف میشه. از اون طرف
یهو فردین با داد و بیداد و با یه حالت خیلی زننده و با یه حالت ترسناکی بودو اومد و به سمت من خیز برداشت و اومد توی صورت من، خدا شاهده، اومد توی صورت من و برگشت گفت خانم همه با تو اینجا مشکل دارن، اگر یک نفر با تو مشکل نداشت فلان بسار، هیچ کی تو رو اینجا نمیخواد، تو فلانی تو بساری. و توی دعوای دو تا دختر، یعنی من خودم هنوز خبر ندارم فرناز چی شده، ولی اگه چیزی هم شده بود اسم خودتو میذاری فردین، ولی فردین واقعی مرد واقعی توی مسائل ببخشید خانم‌ها خاله زنکی خودشو دخالت نمیده. شما اصلا سر پیاز بود یا ته پیاز از وقتی که وارد ویلا شدی بدون اینکه از ماجراها اصلا خبر داشته باشی، هر جا میدیدی یه محفلی هست و دارن پشت سر من حرف میزدن، میرفتی بدون اینکه بدونی چه خبره، شما هم بهشون جوین میشدی و ملحق میشدی، میگفتی آره این خانم فلان بیساره، جایی باشه من نمیرم فلان، که ویدیوهاش هم موجوده. چقدر ببین پشت دوربین راجبم حرف زدی. زمانی که جاوید با من تموم کرد، یعنی ما رابطمون به سرانجام نرسید، شما نبودی که همین الان میری به دروغ مثل ببخشید بلا نسبت مثل نقل و نبات داری موی مادرتو قسم میخوری. شما همونی نیستی که اومدی به من گفتی که جاوید به موی مادرم قسم، جاوید اونجا بیرون از برنامه کسیو داره و اصلا پسرای اینجا هیچ کدوم به درد رابطه نمیخورن. اجازه نده دهن من باز شو بگم. شما همونی نیستی که قبل پخش برنامه زنگ می‌زدی. شما همونی نیستی که دقیقاً روز حذفت، یعنی روزی که از برنامه خروج زدی، ما با هم آشتی کردیم و شما از من معذرت خواهی کردی و گفتی نازنین خانم من که مردم، اگه جای تو بودم اون مسائلی که برای تو اتفاق افتاد اگه برای من اتفاق افتاده بود اونجا رو به آتیش می‌کشیدم و فلان و بیسار. شما نبودی که قبل پخش برنامه به من زنگ می‌زدی میگفتی به موی مادرم قسم پای غیرت و ناموس زن ایرانی وسطه و من به حرمت برادر و پدر شما حق شما رو می‌گیرم. واقعا آدم میمونه چی بگه به حزب باد بودن بعضی افراد. دوستان گول ویترین بعضی افرادو نخورید که برای خودشون یه شخصیت و پرسونالیتی طراحی کردن و میخوان خودشونو اون به شما جلوه بدن. ایشون من نمیدونم مشکلش چیه، حزب باد یا اینکه رأی ممتنع داره و به راحتی نظرش همش عوض میشه، چون ایشون استوری گذاشتن و شب پخش اپیزود 18 برنامه از من معذرت خواهی کردن و حالا اگه معذرت خواهی هم نبود حقو به من دادن. فرداش با یه مود و فاز دیگه بلند شدم و کاملا عوض شده بودن، یعنی به تیم کفدارها جوین دادم و الانم خیلی واضح دارن توی زمین اونا بازی میکنن. کسی که میره با کسی که داره کاملا جهتگیری شده، اسپویل جهتگیری شده و غلط به بینندگان برنامه میده، کسی که میره با این آدم مصاحبه میکنه که دکون باز کرده و از اسم چند تا خانمی مثل من داره سوء استفاده میکنه ویو بگیره، با اینکه یک مرد میان ساله و باید بره کار کنه، به جای این نشسته تو خونه پشت دوربین و میکروفون داره از اسم چند تا خانم ببخشید با خاله زنک بازی پول در میاره. شما اگه رفتی با این مصاحبه کنی مثلا خودتو سفید کنی فکر میکنی الان چی به مردم ثابت کردی؟ اتفاقا الان خیلی ها دارن به من دایرکت میدن و خیلی ها دارن حقیقت رو متوجه میشن. یه جا تو برنامه نازنین به فردین میگه که تو به من به صورت سربسته پیشنهاد دادی و من رد کردم، ولی بنده خدا نمیدونه که احسان و سرجیو سوجش کرده بودن و الکی بهش گفتن که فردین هم ازت خوشش میاد و نازنین هم این موضوع رو جدی گرفته بوده. باید دلم باهاش باشه. من اگه بخوای هم نمیتونی، پسر نیست. دامت بدم اگه افتادی دیگه فردین نه، فردین خوشش به خدا فردین خوشش میاد. منم میشنیدم. فردین تایپ من نیست. بشین بابا بعد فردین اصلا نباش. یه مسئله دیگه هم راجع به پیشنهاد فردین بگم اینه که فردین از طریق احسان رو واسطه کرد و خودش هم توی جمع بود وقتی که احسان همچین چیزی رو مطرح کرد، ولی الان که داره زمان میگذره من فکر میکنم متوجه شدم که احتمالاً اینها برای دست انداختن من همچین چیزی رو مطرح کردن که الانم گردن نمیگیرن. شکنجه‌های روحی روانی و بازی‌های روانی که این آقا جاوید و تیمش برای من ایجاد کردن، مانیپیولیشن ها، گس لایتینگ و طوری که همه رو بر علیه من کردن، همه رو با خودشون برای حذف من و نه تنها حذف من بلکه نابودی من به خاطر طوری که داشتن با اعصاب و روان من بازی می‌کردن انجام شد. اینها بود که داشت منو به گریه مینداخت روز فینال. من به خاطر جاوید گریه نمی‌کردم، من به خاطر وضعیتی که توش بودم و اینکه اتفاقاتی که برام افتاده بود و میگفتم و کسی باور نمی‌کرد، من به خاطر اینها گریه می‌کردم. بچه‌ها حالا جلوتر که بره خیلی چیزا رو خواهید فهمید. فقط خواستم اینا رو برای خیلی‌ها شفاف‌سازی کنم، چون متأسفانه این آدم‌ها دارن بدجور هنوز هم مثل تایم خود ویلا بدجور دارن سعی می‌کنن که این دستیساشون رو ادامه بدن. و بچه‌ها اجازه بدید بهتون بگم من تنها کسی نیستم که تا آخر این فصل این کفتارها سعی می‌کنن همچین بلایی رو سرش بیارن. یه چیز دیگه که لازم دونستم بگم اینه که من به هیچ کس اونجا فوش خواهر مادر ندادم، همش دروغه و من ظاهر هیچ کسی رو مسخره نکردم، اونم همش دروغه و اگه چیزی از دهن من بیرون اومده توی دعوا و توی عصبانیت بیرون اومده و به قصد تمسخر و خنده و شوخی نبوده. من اصلا همچین شخصیتی ندارم. این در شأن شخصیت خانواده من نیست. شما حداقل 10 سال از من بزرگتری. شما رفتی صورتتو ژل زدی، قرینه هم نشده، شبیه همستر شدی. چی تو خودت دیدی که اومدی به من پیشنهاد دادی؟ حاشیه بعدی که تو این چند قسمت ایجاد شد ماجرای کات کردن یاشار و آیدا بود. حالا یاسم هم به دفاع از کیمیا و از زبون کیمیا اومده چند تا استوری گذاشته و ازش دفاع کرده. سلام بچه‌ها، من میخوام یه صحبتی بکنم راجع به آیدا و کیمیا. کیمیا من گفتش که من نمیخوام وارد حاشیه بشم، اینا حرفی نمیزنم ولی من به جاش حرف میزنم. بچه‌ها خیلی از کیمیا پرسیده بود که کیمیا چرا آیدا رو آنفالو کرده. بچه‌ها کیمیا آیدا رو آنفالو نکرده. آیدا کیمیا رو آنفالو کرده. آیدایی که تا زمانی که نزدیک به کات یاشار از آیدا رسید کیمیا رو فالو داشت و کیمیا رو فالو داشت و محض اینکه اون قسمت ها رسید آیدا کیمیا رو آنفالو کرد. به نظر شما چرا؟ و هیچ توضیحی هم نداد راجع به کیمیا.
یعنی سیاست خیلی چیز خوبیه. کسایی که میگن ما دوست نداریم کسی هیت بخوره، ما دوست نداریم کسی منفور بشه، وقتی تا روز آخر با اون شخص خوبن، میگن، میخندن، چرا زمانی که دوست دارن چیزی به نفعشون پیش بره، هیچ دفاعی، هیچ توضیحی، همه اینا به کنار آنفالو هم میکنن که یک موجی رو به یک سمتی بفرستن. خیلی با سیاست، بدون گرفتن هیچ استوری، بدون هیچ توضیحی، میان آنفالو ریموو و بعد میگن نه ما نمیخوایم کسی هیت بگیره، ما نمیخوایم کسی منفور بشه، ما خیلی خوبیم. اینم اضافه کنم، چندین روز، یعنی چندین قسمت ها بعد از اینکه یاشار با آیدا کات میکنه، خیلی اوقات آیدا میومده بالا و اینطوری میگفته اینو بیار پایین سایه میافته، میومده میگفته که بچه‌ها به نظر شما دختری که میاد میشینه پیش ما میگه مامی و ددی، بعد میره با یاشار رل میزنه، آیا هیت نمیگیره؟ یعنی خیلی علاقه من بود که میاد هیت بگیره، راستش بگم. و تبریک میگم از همینجا به شما آیدا جان، خیلی با سیاستی کارت درست آفرین. بچه‌ها هیت برای من اهمیتی نداره. حرفی که باید زده بشه من میزنم. خیلی‌ها میترسن حرف نمیزنن، من میزنم. باید زده بشه، باید گفته بشه. این چفت و بس نداره. خیلی‌ها از این میترسن، من نمیترسم. مهیار هم که از ابتدا تا الان بیشترین هیتو گرفته، به صحبت‌های یاسمن واکنش نشون میده و داره هر جوری شده دست و پا میزنه تا این هیتی که رو خودشه رو به بقیه منتقل بکنه و یه جوری ایرادایی از بقیه بگیره، ولی هیچ وقت کاراش فایده نداشته. من میخوام یه صحبتی بکنم راجع به آیدا و کیمیا من گفتش که من نمیخوام وارد حاشیه بشم. نه اینکه نمیخواد وارد حاشیه بشه، اتفاقا حاشیه رو خیلی دوست داره، ولی الان چون زیر بار هیته، همونطور که گفتم هر کسی یکی از اون هیتایی که من گرفته بودم از توی تختش نمیتونست در بیاد. خب حالا ادامه بده. اینا حرفی نمیزنم ولی من به جاش حرف میزنم. آها، اون حاشیه رو دوست نداره، نمیخواد وارد بحث بشه، ولی چون تو شجاعت داری میخواد. نه عزیزم، تو دنبال دیده شدنی و دوست داری حاشیه رو. حالا بریم ادامه بده. بچه‌ها خیلی از کیمیا پرسیده بود کیمیا چرا آیدا رو آنفالو کرده. بچه‌ها خب. یعنی تو خودت هم منو آنفالو کردی، پس این یه چیز طبیعیه. خیلی اونجا هم دیگه آنفالو کردن. اینم اضافه کنم، چندین روز، یعنی چندین قسمت ها میومده میگفته که بچه‌ها به نظر شما دختری که میاد میشینه پیش ما میگه مامی و ددی، بعد میره با یاشار رل میزنه، آیا هیت نمیگیره؟ ببین این داستان مامی و ددی یه چیز غیر اخلاقیه که توی فرهنگ ما ایرانی‌ها که سهله، توی فرهنگ حتی خارج از کشورم برای خیلی‌ها هنوز قفله. پس همچین چیزی رو لطفاً عادی جلوه نده یا زمان کنه. یعنی خیلی علاقه من بود کیمیا هیت بگیره، راستش بگم. کیمیا از کار خودش داره هیت میگیره. یه جوری وانمود نکنه انگار که آیدا می‌خواسته هیتو بندازه روی کیمیا. میگم اصلا میگم به شما آیدا بچه‌ها هیت برای من اهمیتی نداره. مال سیگارای بد و بی‌کیفیت اینجوری خیلی میاره. زده بشه من میزنم. خیلی‌ها میترسن حرف نمیزنن، من میزنم. آفرین. پس حرف حقیقت رو بزن. بگو که عضو گروه کفدارا بودی و بنا به اتفاقاتی که در آینده قرار رخ بده تصمیم گرفتی که الان بیای زودتر از موعد بندازی روشون و بگیری روشون. اینو بگو. آفرین. نمیشنوم، صدات نمیاد. تو که آدم شجاعی هستی. بگو بشنوم. بگو من عضو گروه کفدارا بودم. باید زده بشه، باید گفته بشه. آفرین، باید زده بشه، باید گفته بشه. بگو که من عضو گروه کفدارا بودم و یکی از اون کفدارا من بودم. این چفت و بس نداره. خیلی از ببینید دوستان، من نه تیمی دارم، نه تیم کشی دارم، نه الان با آیدا پویان در ارتباطم، و نه همدیگه رو فالو داریم. ایشون هم اول منو فالو کرده. اما اینی که یک نفر به دروغ، چون توی برنامه‌ام زیاد راجع به خودم دروغ گفته، کاریش نداشتم، باهاش صحبت کرده بودم، ولی رفت تو یوتیوب نشست باز چرت و پرت راجع بهم گفت. بازم به احترام رفیقم که گفت استانبول بودی اومده پیشت بهش نپرداز، کاریش نداشتم، ولی قرار نیست که همینجوری اراجیف گفتنشو بخواد تکرار بکنه و منم کاریش نداشته باشم، هیچی بهش نگم. ایشون خودش عضو گروه کفدارا بوده و شما در آینده خواهید دید که ایشون چقدر با نفرت تمام هر جا میشینه پشت سر من بد میگه، همونجوری که تا الان بوده. 2 نفر منو همه جا خراب کردن، یکی ایشون بوده، یکی اون خانم موقع قرمز بوده. اونجایی که از یلدا حمایت کرد توی بحث منو یلدا و گفت تو اگه الان صداتو با این میبری بالا، سر منم فردا میارین بالا، که شما گفتین پشت هم جنس خودش گرفته. چرا اونجایی که میدونست حق با نازنینه توی اپیزود 18، چرا با بیشرفی تمام، با دورویی تمام حرفای نازنین رو قطع میکرد و میگفت دروغگو؟ همه ما شاهد اون بودیم دیگه. اون خودش هم همون موقع میدونست که داره دروغ میگه، ولی الان برای سفید کردن خودش اومده یه استوری گذاشته که با این نازنین من دیر به حرفای تو رسیدم و ازت معذرت خواهی میکنم. با یه معذرت خواهی نمیتونی صورت مسئله رو عوض کنی. تو خودت یکی از کفدارهایی هستی که بین گروه کفدارا بودی و پشت دستشون بازی میکردی. حالا یه استوری دیگه هم گذاشته، کانسپت برنامه آشنا شدن بوده. برای من برنامه لایو آیلند و مثال زده. خب کانسپت برنامه بوده اون موقع تا حالا که من با هیچ کسی
بازی نکرده بودم، هیچ حرف عاشقانه‌ای با کسی نزده بودم، فقط در حد یک روز نهایتاً باهاتون آشنا شده بودم و به نتیجه نرسیده بودم و از مردونگی میگفتم من تایپ شما نبودم و شما رو خراب نکردم، رفتم با یکی دیگه. شما هر جا نشستید جلو هر مهمون جدیدی که نشستید تو اون موقع قرمز منو خراب کردید. اون موقع کانسپت برنامه نبود. الان که میخوای تیم جمع کنی، تیم بکشی برای خودت که بقیه رو بزنی، الان کانسپت برنامه رو به رخ مردم میکشی. تو چقدر دور و پستی. من که خودم الان برنامه رو دارم از بیرون به عنوان تماشاچی نگاه میکنم، حتی اگر کانسپت برنامه‌م اون بوده، یک جایی خودم قبول میکنم که شاید من اشتباهاتی داشتم و از مردم تصمیم گرفتم که عذرخواهی کنم. چرا؟ چون تو فرهنگ و سنت ما ایرانی‌ها نمیگنجیده. بله اگر که مثلا توی لاتینش من شرکت میکردم خیلی فراتر از این میتونستم پیش برم و هیچ کس هم انتقاد نمی‌کرد ازم، ولی من توی برنامه ایرانی شرکت کردم، بنابراین این راجع به من صدق میکنه و من یه پسرم حتی. بعد راجع به دختر خانومی که تا یک ساعت قبلش داشته میگفته ددی مامی و بعدش یهو میپره دست تو بغل ددی و ددی بازی میکنه، میگید کانسپت برنامه بابا جمع کن تو رو خدا خودتو، این چیزای مبتذل رو نخواه توجیه کن. در آخر هم فرناز راجع به حواشی ایجاد شده راجع به سنش یه استوری میذاره و کارت شناساییش رو نشون میده تا ثابت بکنه سنی که تو برنامه گفته واقعی بوده. بله این سر صبح آیندم مادر رو چه کار میکنید؟ این هم ویدیو که دیگه توهم توتایی نداشته باشید، عکس و ادیت شده. مرسی که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشیم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و منتظر ویدیوهای جنجالی ما باشید.